منتخب نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان در دوره بازی‌های دور سوم مرحله گروهی جام روش که در شهر مینسک جمهوری بلاروس جریان دارد برای از تیم‌های پرقوت مسابقه یک‌کشینی تو 17 ساله فوتبال ایران پیروزی به دست آورد. در رقابت مذکور حمله‌گر منتخب نورسانی تاجیکستان ربانی کمالوف با زدن 3 گل دست یافت. سرول در دقیقه 56 ربانی حساب رقابت مذکور را کشید، اما با گذاره 2 دقیقه تیم ایران با گل زده کسرا طاهری تناسب را برقرار نمود. در دقیقه 66 ربانی کمالوف گل دوم خود و تیم ملی تاجیکستان را وارد دروازه ایرانی ها کرد. در دقیقه 74 باشد کمالوف مشرف به زدن گل نوبتی شد و همینطور ربانی در 2 بازی اخیر مؤلف 4 گل شده در قطار بهترین نشانزن‌های مسابقه قرار دارد. این زمان منتخب تو 17 ساله تاجیکستان 5 امتیاز دارد. در صورت شکست یک‌کشینی فوتبال روسیه از تیم بلاروس در بازی دیگری دور مذکور، فوتبال بازان تاجیک به رقابت این نهایی مسابقه را خواهند گرفت.